بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم برادر عزیز گرامی. امیدوارم که امروز هم یک جا جمع آمدیم به خاطر شنیدن همدیگر، به خاطر صدای همدیگر را بشنویم و در غم همدیگر شریک باشیم. و امروز مصیبت به سر همدیگرمان می آید. این همه مصیبت های ملی است. اگر که هر یکی ما و شما به این مصیبت های ملی، این یک برادر ما محکم است یا یک برادر ما زیر شکنجه قرار میگیرد، این همه مصیبت های ملی است. و همین خاطر از هر یکی ما و شما امروز فرض است، قرض است در گردن ما. وقتی یک برادر مومن مسلمان ما و شما دستگیر کرده میشوند در دیدگاه جای به خاطر اراده حقش، به خاطر رسیدن به حق و حقوق خود، و باید که در این معرکه عقیب نمانیم، باید کوشش کنیم دیگر برادران را در این معرکه جلب کنیم. در هر حالتی که برادری ما قرار میگیرد، باید درباره برادر در روز مصیبت، در روز وزمینی، باید درباره برادری همدیگر ایستادگی کنیم و در کدام حالتی که ما هم قرار میگیریم و به خاطر برادری خود حمایت کردن، شاید که ما در برادری که زیر شکنجه قرار میگیرد، زیر ترمه، زیر ظلم ستم رحمانوف قرار میگیرد، اگر شاید در این حالت هم در بر این برادرم افتیدیم، باید دیگر برادران هم سر بالا کنند. حتما این همه ظلم ها به آخر میرسد، در صورتی که هر یکی ما و شما کوشش به خرج بدیم که در کوتاه‌ترین مدت دست هم دیگر را بگیریم و در کوتاه مدت با هم دیگر کمک کنیم، انشاءالله که از همه این مصیبت هایی که بر سر ملت آمده از این میبرویم. و البته امروز همه نوع اتفاقی که بین مردم تاجیکستان افتیده است، همه این یک سیستم‌هایی بودن که یک برنامه‌های رحمان بودن که 10 ساله زیر پرچم دیگر خلق ملت ها کارکرد شدند و به تاجیکستان این برنامه ها پیاده ساخته شدند و مردم تاجیکستان زیر این برنامه ها در ظلم و ستم قرار گرفتند. و این یک برادر ما و شما که میجان صالح است، با گمان اکستریمیستی و فلان و بهمدان با صدها تهمت ها امروز در زندان رحمانوف قرار گرفته است. خبر رسید که چنین یک رتوکوب قرار گرفته است و در حالت بسیار وزمین است. انشاءالله در حق برادر پیش از همه ما دعا کنیم و غیر از این کوشش کنیم که مبارزه بریم. برادر عزیز، هر یکی ما و شما از حق و حقوق خود باید حمایت کنیم. همون مردک هم میتوانست که در خانهش در بر زن و فرزندش به همین غلامی تن بته و سرش خم کنه، کارش پیش بردن میگیره و گوید که چی لازم است که برادری من کشته میشود در پهلوی من به خاطر این برادر سر بالا کنم. این ناموس از برادر. وقتی که ما و شما میگیم ما ناموس داریم، ما تاجیک، ما مسلمان هستیم، مسلمان باید که در هر حالتی که ما قرار میگیریم در کمک همدیگر بشتابیم. وقتی که ما در کمک همدیگر نمیشتابیم و همدیگر کمک نمیکنیم، البته در مابین ما و شما نااتفاقی پیدا میشود و به مثل همون رمه گوسپند میشویم که گرگ همیشه بالای ما حمله میکند و یک نفر را از داخل ما برده کشته میخورد و ما و شما باشیم از دور این گرگ میبینیم که چه خیلی برادر ما را تیکه میکند و چه خیلی برادر ما در دهان این گرگ جان میبازد. به این خاطر برادرای عزیز، مسئولیت هر یکی ما و شما است. هر یکی ما و شما امروز میشنویم صدای همدیگر را. باید این صداها را به قلب ها ما قبول کنیم، باید به دل ها ما
назар кунем. ҳама ин не ин ки ба чашми сар бибинем бигем ки ин як бигем ки ба ин одат кунем бигем ки як чизи маъмулӣ аст дар Тоҷикистон. ما همه عادت کردیم که هر حادثه‌ای که در تاجیکستان صورت میگیرد میگیم که یک معمولی است. این کارها به خاطر در پیش چشم ما صدها بارها گذشته، ولی در نزد مردم چچنستان و دیگر جا را شما نگاه کنید که چقدر این برادرها با هم دیگر با اتفاق هستند و چقدر آبرو و عزت دارند در حدود هم فدراسیون روسیه و هم در خارج کشور. اینها با هم دیگر قطعی چقدر اتفاق هستند. وقتی که ما میگیم که مسلمان هستیم، این مسلمانی همین فقط نماز خواندن و عبادت کردن نیست که همه چیزی که اسلام ما باید به پررگی قبول کنیم. اگر که به پررگی قبول میکنیم، وقتی که بالای برادرمان یک مصیبتی میآید باید درباره برادرمان همه یک جا باشه، نوبسته که چی شرایطی بالای سر ما میآید، نوبسته که چی حالت بالای ما و شما میآید. اگر که این فلسفه را ما در خود قبول کنیم و یک فلسفه در خود قبول کنیم که فقط به خاطر حمایت همدیگر در یک صف باشه، یا هیچ گرگ طرف ما و شما حمله کرده نمیتواند. این گرگ تنها است. وقتی که یک گرگ طرفی رمه میدود، این رمه‌ای که از 200-300 گوسفند دارد، از این یک گرگ فرار میکند. اگر این 200 گوسفند یک سری بزنند، این گرگ میده میشود. ما قوت ما، لشکری ما و شما زیاد است. ما مردم هستیم. تمام مردم تاجیکستان امروز نارضااند. تمام مردم تاجیکستان گرفتار مشکلات های اقتصادی شده اند. و خاطری که همه ببینید شرایطی هم معارف تندرستی و تمامی فرهنگی و تمامی اگر پهلوهای سیاست تاجیکستان را ببینیم از پر از فساد است. وقتی که اقتصاد کشور در دست یک انسان است و در آن صورت کشور پیش رفته نمیتواند، در آن صورت کشور پابند می شود، پابند دیگرها می شود، در آن صورت مردم کمبغل می شود، مردم فقیر می شود، مردم دیگر از صبح تا شام در فکری پیدا کردن یک لقمه نان می شود، محبت همدیگر دور می شود. یعنی که زندگی آرام و آسوده خود گم می کند و یک ایده مردم خاصی که فقط با حکومت سر و کار دارند و اونها در عرش می رسند و خاطری از حق شما استفاده می کنند. امروز در مسئله ما تالکو خوندیم. این همگی تالکو حدود 30 میلیون در یک سال پرداخت میکنه. ببینیم یک شرکت کلانتری که در یک سال حدود 30 میلیون سومانی پرداخت میکند. وقتی که من در تاجیکستان کار میکردم حدود 200 نفر کارمند داشتم. من همگی در سال 2011 24 میلیون سومانی به بودجه دولت پرداخت کردم. یعنی که یک شرکتی که خیلی گردش مالیش کم است 24 میلیون توانستیم ما در بودجه کشور پرداخت کنیم که با اگر با کورس سال 2011 بگیریم حدود 5 میلیون دلار تشکیل میکنه و امروز اندازه که یک شرکت آلومینی زواد پرداخت میکند زیاده از چند میلیون است، 5 میلیون دلار است. یعنی که یک شرکت کلانی که گردش مالیش زیاده از 500 میلیون 600 میلیون تشکیل میکند گردش مالیش، ولی که پرداخت برای بودجه دولت 5 میلیون دلار پرداخت میکند، این خیلی بر میان ملت یک شتای مستحکم میزند. وقتی یک کارخانه کلانترین کشور است، ما با مثل این کارخانه‌های تالکو ده ها کارخانه‌ای که داریم که در دست خانواده رحمانوف چیکار کرده شده‌اند، ساخته شده‌اند و از در این دولت کار میکنند و یگام نمود انداز نمیسپارند. یعنی این نشان دهنده 5 میلیون دلار این نشان دهنده آن است که شرکت هایی که در دست حسن اسدالله زاده هستند که خود بچه رحمانوف است، امام علی رحمانوف است، اینها پرداخت کننده بودجه نیستند.
یعنی پرداخت کننده بودجه امروز شخصیت‌هایی هستند که در بازار پرچون فروش هستند، یعنی که در بازار از چین به خیتای به یک گردش‌های مالی که با 15-20 هزار 30 هزار دلار از چین مال وارد میکنند از اون میفروشند. این از همون ارزش‌های علاوه شده هستند، یعنی که کارخانه‌های کلانی که تاجیکستان در دست خانواده رحمانوف است، اینها آماده پرداخت بودجه کشور نیستند. یعنی بودجه پرکننده این ملت هم همون شخصیت‌هایی هستند که در بازارها کار میکنند، در بازارها فعالیت میکنند. یک سیمیچکا فروش است، یا یک نمک فروش است، یا یک آرد فروش است، یک نفری که است که در بازار به خاطر 2 تنگه زر از صبح تا شام زحمت میکشد. یعنی که اون اندازه زمین است، یک نفری که در صحرا کار میکند. یعنی که بودجه کشور زیادتر از دست نفران پر میشود که اونها فقط به خاطر تنگه زرد کار میکنند. و غیر از اینه که شرکت های حسن اسدالله زاده که 80% اگر تجارت تاجیکستان را نظر کنیم 80% در دست خانواده رحمانوف است و شخصانی که به واسطه با خانواده رحمانوف همکاری دارند، یا از وزیرانش، از خشتبارانش، از دامادانش، از دخترانش، از داماد و دامادانش. این دیگر حکومت تاجیکستان یک حکومت اولوی است. وقتی که یک مجلس میگذارانم به مثل که رحمانوف در خانه اش نشسته است، اون روز یک جشن تولد باشد، اون روز یک روز باشد که در این معرکه اینا گرد آمده اند. یعنی که این دیگر مجلس های بگیم حکومتی و در اونجا مسئله های مهم بررسی شود و برای منافع ملت معلومات دقیق صحیح داده شود، دیگر در این دیده نمی شود. فقط منفعت جویی و منفعت پرستی خود همین اویله دیده می شود. در مسئله که الومینی زواد 5 میلیون دلار میسپارد و حتی 70 میلیون دلار دیگر هم با گارانتی حکومت تاجیکستان که پارلمان اون امضا رساند از چین اینا 70 میلیون دلار قرض گرفتند. یعنی که اگر فردا این شرکت تانکوی اگر که پرداخت نتواند این 70 میلیون بر بگرداند، حکومت تاجیکستان گارانتی داده است اگر که در صورت نگرداندن 70 میلیون تا به چین حکومت تاجیکستان آماده است این 70 میلیون دلار شما را بر بگرداند. ببینید امروز حکومت آیا که از نام من شما در اون کفالت داد، یعنی که این رحمانوف در خارج کشور یک تیم نمیته، یعنی که من و شما را نگه کرده میگن این رهبر این دولت است، از نام این دولت از نام من و شما میرود قرض میگیرد از نام من و شما. یعنی 70 میلیون دلار اینا قرض گرفتن در با فایزایی که بسیار کم، 2% بود چند فایز، این که 70 میلیون دلارش از در سالانه 2% در یک سال میسپارد. یعنی که 10 مراتبه از بانک هایی که امروز قرض میدهند 10 مراتبه ارزانتر است، پایانتر است. غیر از این برادرای عزیز، وقتی که در کارخانه های خصوصی 1 کیلووات برق با 25 درهم سودا کرده می شود، وقتی که به کارخانه الومینی 8 درهم سودا کرده می شود، 8 درهم. یعنی که در کارخانه های در شخصانی که به واسطه وای کردم، به واسطه از خاندان رحمانوف با خاندان رحمانوف وابستگی ندارند، اونها پرداخت میکنند 25 درهم. وقتی که خود کارخانه حسن اسدالله 8 درهم پرداخت میکنند، در اینجا 17 درهم اوکی اینا چیکار کردن؟ برای این کمک از طرف حکومت کمک گرفتن. وقتی که ما در خانه شخصی خود استفاده میبریم، برای 1 کیلووات برق 12.5 درهم پرداخت میکنیم. یعنی که از چیزی که ما استفاده میبریم از این هم 30% برای این خانواده ارزان کردگی هستند، 35% ارزان کردگی هستند.
و غیر از این که این مسئله قوه برق ارزان است، غیر از این حکومت دلیل قوه برق ارزان کردنش در آن میارد که گویا که در اینجا 8,500 نفر کار میکند، گویا در اصل 4,500 نفر کار میکنند، وقتی که اینها تعدادی همون شماره کارمندان همونجا را حتی بر دروغ نشان میدن. وقتی که خودی کارمندان اونجا را شمارهشون بر دروغ نشان میدن الکی خودش یک معلوماتی دروغ است. غیر از این برادرای عزیز، غیر از این حکومت تاجیکستان میگه که این دلیل میارد که ما به خاطر نگاه داشتن این کارخانه باید تمامی از اندازهای دیگر باید این کارخانه را آزاد کنیم. باز این مسئله در سطح حکومتی بررسی کرده شده ایستاده است و اینها کوشش کرده ایستادن که این کارخانه آلومینی زواد از دیگر اندازهایی که این 5 میلیون دلاری که میسپارد، حتی میخواهند که از این 5 میلیون دلار هم این آلومینی زواد از ویش آزاد کنند. و در تاجیکستان بسیار کارخانه‌های هستند که در یک ماه زیاده است 35 میلیون سومانی انداز میسپارند. کارخانه‌ای هستند که بسیار چشم‌نور هستند و بسیار کارخانه‌های خرد هم هستند و این میگم که چیزی گردش مالی این تلکارا ندارند. میگن که اگر در درصدشون 10% هم باشد، نکی برابرشون ماهانه یک ماهشون در حدودی چی است؟ در حدود 30 میلیون 35 میلیون است. بسیار کارخانه‌ای هستند که من میدونم کمش در یک ماه 35 میلیون سومانی 30 میلیون سومانی در بودجه کشور پرداخت میکنند. و در یک سال این بودجه اینا را نگاه کنیم، این حدود 400 میلیون سومانی می شود. یعنی که یک کارخانه خرد میتونه 400 میلیون سومانی پرداخت کنه در حدود یک سال و یک شرکت آلومینی زواد در یک سال 30 میلیون سومانی پرداخت میکنه. این یکی دزدی روی راست است. در اینجا مردم تاجیکستان از مسائلی که در زندگی وزمین بر سرشان آمده است رو به غریبی آوردن، از صبح تا شام که کار میکنند و دیگر در اخبارات روز رسیدن نمیتوانند و در تحلیلات رسیدن نمیتوانند و حتی برای خودشان یک زندگی خوب آرزو کردن نمیتوانند، دیگر پشت این سیاست نیستند. و اگر هر کسی که پشت این سیاست بود و هر روز تحلیل کرد این سیاست رحمان‌فر، در اونجا میفهمد که این سیاست دروغ است. این سیاست هست که حق مردم خورده ایستادن. اینا همه ما و شما میدانیم، از خود تا کلان مردم تاجیکستان از سیاست رحمانوف میدونن، اینا با خبرن. و امروز تمام شرکت های حسن اسدالله زاده ببینید سامان ایر چقدر درآمد میکند، این تاجیک کابل، دیگر سامان ساختمان و سامان یک در سال 2011 و 12 ما حساب کردیم الکی 63 کارخانه اینا بزرگ در تاجیکستان داشتن که استحصالشون خیلی بالا رفته بود و طبق معلوماتی که ما گرفتیم در سال 2014 ماه دکبر بود، الکی این کارخانه با 84 عدد رسیدن. همین کارخانه ها که در دست حسن اسدالله زاده هستند به 84 عدد رسیدند و بسیار این کارخانه ها از بسیار شخصیت ها به طریق زورآوری گرفته شدند، به طریق مجبوری گرفته شدند که دیگر نسبت اون پرونده های جنایتی ساخته و بافته ساخته، آخر هم این صاحب این کارخانه ها شدند و چند کارخانه که امروز از دست زیدالله سعیدوف هم گرفتن، امروز به دولت چین اینا میخواهند که به دولت چین فروشن. یعنی که اون کارخانه‌ای که در شخصیت دیگر کس داشتن و همه ما و شما میدونیم که زیدالله سعیدوف
نفری بودند که در خارج کشور سرمایه داشتند، یعنی در داخل تاجیکستان آنها پیش قبلا سرمایه نداشته بودند و تمامی سرمایه که زیدالله سعیدov از خارج کشور به تاجیکستان آورد این در همون سرمایه‌ای بود که وقتی که جنگ شهروندی در تاجیکستان شروع شد اینا رو به مسکو آوردند و در مسکو تجارت کردند، سرمایه جمع کردند و تمامی سرمایه‌شون به خاطر رشد اقتصادی تاجیکستان وارد تاجیکستان کردند و عاقبت امروز تمامی سرمایه زیدالله سعیدov در دست نزدیکان خانواده رحمانوف گشته ایستاده است و در یک مزایدهش اعلام کردند و در همین مزایده 17 شرکت های اشتراک کردند که همه این شرکت ها تعلق داشتن به خانواده همین حسن اسدالله زاده و به خانواده همین رحمانوف ها و اینها نیت دارند در حوزه‌های نزدیکی همون کارخانه‌ای که از دست زیدالله گرفتن و از دست نزدیکان زیدالله سعیدov گرفتن از دست اینها میخواهند که به طریق مزایده به طریق دیگر راه و واسطه ها از آن خود کنند. یعنی که مزایده چطور صورت میگیرد؟ یک کارخانه‌ای که ارزشش $100,000 میستد، فرض مثال اگر $10 میلیون بیستد اینا در $100,000 اینا در مزایده میبرند. در $100,000 حکومت در دست یک خیش رحمانوف یا در نزد یک شخصی که منشأدار این شرکت است به این خانواده نزدیکی دارد به اون فروخته میشود. به همین خاطر بسیار کرای تاجران هم در همین است که وقتی که سرمایه‌شون در تاجیکستان وارد می‌سازند برای وارد ساختن سرمایه‌شون اینا خطر پیدا می‌کنند، نه اینکه خطر به مالکیتشون، حتی خطر به خودشون، حتی تا جایی می‌شود که بسیار تاجرها به قتل رسانده می‌شوند، بسیار تاجرها زهر داده کشته می‌شوند و ده‌ها و صدها راه‌ها و واسطه‌ها تاجرای تاجیکستان نیست می‌کنند، به قتل می‌رسانند. و امروز این کارخانه‌ای که بزرگ حسن اسدالله زاده که می‌سازد و تمامی رقابتی که در اطراف این اگر صورت بگیرد یا یک تجار با اینها رقابت کند حتما از بازار تاجیکستان بیرون کرده می‌شود و مبلغ کلانی که این تجار در این تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است یا از این مبلغ محروم کرده می‌شود به طریق عمومی. مرحمت برادرای عزیز، انشالله درباره این اقتصاد تاجیکستان، درباره سودا و کارخانه‌هایی که اینا گرفتن سوالا باشند، انشالله در سوالای شما جواب می‌گردیم. در مسائلی که تجارت‌هایی که اینا از خود میکنن و در مسائل دزدی و غارتگری و سیستم کروپسی که در مابین این اولاد جای دارد انشالله ما و شما صحبت میکنیم. مرحمت سوال باشه سوال بکنید. سلام علیکم. سرافراز اینجا درستی سرافراز که باستراش نده. سلام علیکم برادر جون، بخشش زیاد درباره همین اکه مقصود ابراهیم حالش چی شید کو برادر جون یگام نوگری باشد مقصد بفهمون بردنش به تاجیکستان نبردنش چی حال شد یگام علاقه برآمدین نبرآمدین بخشش زیاد. در مسئله برادر ما مقصود ابراهیموف که یکی از مبارزان راه حق بودند و درباره همه ما و شما دیدیم و شنیدیم فهمیدیم که برآمد کردند در روزهای سنگین در برای مردم تاجیکستان بودند و همه فکر برادر فهمیدیم که فقط به خاطر آزادی بود فکراش اندیشه‌اش. یک مردی بود که به خاطر آزادی ملت، به خاطر
یک جا کردن این ملت یک جا شده بود، با ما و شما همتن شده بود و از زندگی آرام خودش گذاشتن و به خاطر یک زندگی ارزنده و یک زندگی شایسته مردم کوشش کردن در این راه بر آمدن و جان خود و جان نزدیکان خود زیر خطر گذاشتن. این برادر از جانب مقامات های تاجیکستان برای فریب دزدیده به تاجیکستان برده شدن و فعلا در امنیت تاجیکستان قرار دارند با یک معلوماتی که ما در دست داریم و آخران موقعی که آنها استفاده بردن از واسطه‌های اینترنتی و دیگر علاقه‌هایی که مقصود ابراهیموف قبلا با ما در تماس بود، با این آخران بر جای کشاده و در آمدن اسکایپ و دیگر واسطه‌های اینترنتی ما پیگیری کردیم، مشخص کردیم، معلوم شد که در سیگنال این از حدودی تا دوشنبه است. اینا دوشنبه بردگی هستند. این از همون میدان هوایی قواهای مسلح مسکو گرفته به تاجیکستان انتقال داده شده. حکومت رحمانوف یک حکومت بدبختانه است و یک حکومتی است که به خاطر یک رقیب خودش، به خاطر یک نفری که به خاطر سخن حق مبارزه میبرد، به خاطر این میلیون ها دلار مصرف میکنه، میلیون ها دلار مصرف میکنند. این میلیون ها از جیب من و شما هستند، این از جیب همون طفلکان هستند، این از جیب همون نفری بود که در روسیه به قتل نفرانی است که به قتل رسانده میشوند که این اگر که تا این همه مبلغایی که در دست رحمانوف هست، اینها همه از با خون است. این پولی که شما امروز در مسکو و در دیگر جا به دست می این پول یک پولی هست که برادر هر کس که اگر این پول شما را دست به این پول شما میزند، گویا که دست به همون مادرش داده است، دست به همون دخترش داده است. این پول، این خون است، این خون مؤمنان است که از این پول مبلغ گذاری میکنند، دزدا را مبلغ گذاری میکنند. اون نفرهایی که با رحمانوف در مواد مخدر همکاری میکنند و با اون مواد مخدر کار و فعالیت میکنند، از دست اونها با طریق اونها با دست اونها دزدیده و تاجیکستان برده میشود. و همین خاطر برادرای عزیز، ما در منطقه اروپا کوشش میکنیم در همین ماه فوریه وابسته به دزدیده شدن برادر ما مقصود ابراهیموف و دیگر دوستانی که در حدود فدراسیون روسیه دستگیر شده هستند، با همه این اتهامایی که نسبت برادران ما و شما در فدراسیون روسیه و دیگر منطقه اعلام کرده شده‌اند، همش سیاسی است و رحمانوف به خاطر نگاه داشتن قدرت و نفوذ خود در تاجیکستان این فعالیت ها را پیش میبرد و به خاطر هر خوشه‌ای که گندمی که سر بالا میکند، رحمانوف کوشش میکند که این خوشه های گندم را چیکار کند، سر ببرد، سر بزند. رحمانوف کوشش میکند که از این ملت نباید هیچ یک عالم بروید، نه هیچ گونه یک تکنوکرات بروید، یک شخص بروید که برای جامعه منفعت آور باشد. باید همه بی‌ثبات باشد، باید همه نافهم باشد و هر چیزی که رحمانوف میگوید باید در هر حرفی رحمانوف لبیک بگوید. باید مردم باید به عبادت این کثیف باید وای باشد. چه خیلی که بعضی از کارمندان حکومت در وسایل اخباری ما و شما میخوانیم چگونه اونا فعالیت میکنند و حتی میگویند که از خداوند شکر نکنید و از جناب عالی شکر کنید. این از نگاه دینی ما و از نگاه این بسیار مخالفت میکند. این بر همه این فرهنگ دینی ما و شما است، بر همه این اعتقاد دینی ما و شما است. اینها علاقه میخواهند که همه مثل آنها باشد. اینها میخواهند که همه دوستانی که برادرانی که امروز به خاطر موقعیت سیاسیشان دستگیر کرده میشوند زیر لطکوب این خانواده قرار میگیرند. این خانواده رحمانوف کوشش میکند که همه تاجیکستان باید به مثل آنها
فکر کنند. باید که تمام تاجیکستان اینها دزدی کنند، غارتگری کنند، کسی مقابل اینها پیدا نشود و حرف مقابل اینها نزنند. و برادرای عزیز، همه ما و شما میدونیم همدیگر میتوانیم که در همدیگر کمک کنیم. کمک ما و شما در همین یک شبکه‌های اجتماعی ادنکلاس در همه جا مبارزه بریم، همدیگر ما را دعوت کنیم، از همدیگر نترسیم. در مقابل همدیگر اگر که بفهمیم که یک آدم جاسوس است، یک آدم وای است، نسبت از اون نفرت پیدا کنیم، در جامعه اون سرکوب کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که این جامعه باید درست کنه. باید این جامعه ما و شما چراغ ها ما لازم داریم. یعنی چراغ های ما و شما، عالمای ما و شما هستند، چراغ های ما روشنفکران ما و شما هستند، فیلسوفا هستند، شاعران هستند، نفرهایی هستند که امروز سیاست جامعه را پیش برده میتوانند. امروز ببینید که حتی تمامی قشرهای جامعه را بر ضد یک نفر، بر ضد یک حرکت، یک حزب، بر ضد یک آدم میخیزانند. به خاطر چی؟ به خاطر همش نگاه داشتن قدرت است. به خاطر میلیون ها دلار سر اینها مصرف میکنند. همه را به مثل خودشان لگن بردار کردند، همه مردم ترسو کردند، همه در شیر دلی مردم کشتن. اینا شیر دلی مردم از بین بردند، مردم بروبق ساختند. به خاطر هم در تاجیکستان سرکوب کردن، هم در خارج کشور که اینا در روسیه، جز روسیه دیگر کشورهای اروپایی برای اینا ویزا کردن بسیار مشکل بود. جز روسیه دیگر راه پیدا نکردن. در روسیه هم آمدن، در یک حکومت دیکتاتوری روسیه هم افتیدن، از طرف این حکومت هم سرکوب شدن. اگر مگر حکومت روسیه خبر ندارد که زیاده 3000 شهروند تاجیکستان در فدراسیون روسیه کشته می شوند، مرده می شود از دست قومگرای. 95% این همه حادثه ها روی پوش کرده می شود و گویا که هیچ کاری نشده است و رحمانوف هم در دهنش آب گرفته است. فکر طرف این شخصیت هایی که بالای مردم ظلم میکند حرفی هم گفته نمی تواند. به خاطر متهم است، به خاطر میدانند که این با قوت، با سلاح و با سلاح روسیه سر این قدرت آمده است، با افسران روسیه سر قدرت آمده است. حکومت رحمانوف دیگر حکومت نیست. اگر که حکومت رحمانوف صدها و هزاران کوشش کند که به خاطر استبداد این یا آن، به خاطر دزدی کردن مقصود ابراهیموف امروز کوشش میکند و به خاطر از بین بردن یک نفر در خارج کشور اینقدر مبلغ ها مصرف میکند، این پایانی کاری رحمانوف نخواهد شد. این پایانی حکومت رحمانوف خواهد شد، پایانی ظلم و ستم رحمانوف خواهد شد. برادران ارجمند، برادران گرامی، امروز احمد جنایتکار است، محمود جنایتکار است. یک مردی که دهقانه که فقط به خاطر حق و حقوقش دعوا کرده است، اون جنایتکار است. پس کی است در این حکومت؟ پس کی است در این ملت؟ پس کی است در این جامعه که جنایتکار نباشد؟ فقط خاندان رحمانوف فرشته هستند. خاندان رحمانوف از فرشته ها زایده شده اند. این ملت از غلام ها زایده شده است. اینا همه جنایتکار هستند. هر لحظه ای که صدا بلند کنند اینا جنایتکار هستند. خاموش باشند بالاشان ظلم ستم قرار میگیره. و همین خاطر برادرای ارجمند، همه ما و شما انسان هستیم، شرف داریم، ناموس داریم. به خاطر ناموسمان، به خاطر وجدانمان باور کنین امروز برای هر یکی ما و شما فرض است، برای هر یکی جوان مردی که خچه فرزندی همین تاجیکستان میگیرد، خچه مردی مسلمان میگیرد، برای هر یکی ما و شما فرض است. من در روسیه بودم، من با شما بودم، من در اون خانه های شما بودم، من از همه حال شما با خبر هستم، من از تمام زندگی شما با خبر هستم. دوستان ارجمند، من همه اینا میدونم، به چشم دیدم. تمام بیماری های شما را دیدم. شما چه خود به خود توابت میکنید. روزهای سرد و وزمین شما را، روزهایی که به قتل رساندن شما را دیدم. برادران، بیاییم برای دلمان به خودمان بسوزه، بیاییم همدیگر را کمک کنیم، بیاییم دست همدیگر را بگیریم. برادران، امروز می توانیم دست همدیگر را گرفته.
فردا دیر می شود. فردا دیگر نسل های میاد که دیگر با اونها حرف زدن بسیار مشکل می شود. نسل های آینده خود تربیت کنیم، در راه درست بریم. حکومت رحمانوف هیچ نسل ما را تربیت کرده نتونست، هیچ نسل ما را امید بخشیده نتونست، هیچ جوانی ما را زیر قنات خود نگرفت، هیچ جوانی ما و شما محبت حکومت ندیدند، بلکه سرکوب شوی از حکومت دیدند، بلکه ناراحتی از حکومت دیدند، بلکه یک حالت در یک حالت وزمین روحی و جسمانی قرار گرفتند، زیر عرابه و زیر پاکت فروشی و زیر کارهای پست و کثیف اینا قرار گرفتند. دوستان عزیز، هر یکی ما و شما باید مقصود ابراهیم باشیم، هر یکی ما و شما حاجی عمر باشیم، هر یکی ما و شما دادا جان عطاالله باشیم، هر یکی ما و شما این برادرایی که زیر فشار قرار گرفتن، زیر ظلم سیستم رحمانوف قرار گرفتن، در ترمه ها رفتن، ما هر یکی ما و شما باید اینها باشیم. ما اگر که همه ما و شما مهاجرت کنیم، همه ما و شما از درس از دانش دور شویم، آینده ملت چی می شود؟ ما ملت بزرگ بودیم، ما ملت قوی بودیم، در 20 سال به چی رسیدیم؟ در دوره حکومت روسیه اینقدر ما تحقیر نشده بودیم، در دوره حکومت شوروی، و امروز تحقیرهای زیادی در بالای ما و شما صورت میگیرد. امروز تحقیرهای بلندترین در بالای ما و شما صورت میگیرد. یک تاجیک به خاطر صاحب شدن به یک پاسپورت میرود به یک زن روس، در بدترین شرایط همون زن روس چیکار میکند؟ زندگی میکند. 4 تا 5 تا فرزند دارد در تاجیکستان، اون چی میکند؟ میپرتوید. به خاطر چی؟ به خاطر رسیدن برای یک لقمه نان. کمبغلی، از کمبغلی ترسیدن در کار نیست، کوشش کردن در کار، در زندگی شرایط بهتر بهبود، در هر حالت ناموس خود از دست دادن در کار نیست. هر یکی ما و شما مرد همین سرزمینه. اگر خواهر ما امروز از جانب یک اولاد این تجاوز کرده می شود، بالای این خواهر ما یک چیزی صورت می گیرد، همه ما و شما باید در برای همدیگر بیستیم، میان همدیگر مستحکم بقفیم. چیکار کنیم؟ در کمک این خواهر بشتابیم. اگر که ما یک نفر از حقوق یک نفر با چنین ترس حمایت کردیم، هر حکومتی که باشد چیکار میکنند؟ بالای ما و شما فشار نمیارند. و همین خاطر برادرای عزیز گرامی، مقصود ابراهیم امروز شاید در زندان، در زیر لطوکوب رحمانوف قرار داشته باشد. شاید که برادر ما و شما را در یک حالت بد هم آورده باشند. اول اینکه در حقش دعا کنیم و دوم که در شتاب این برادر، در کمک این برادر باشیم. برادر عزیز، هیچ وقت روح شکسته نشویم. هر وقتی که روحتان میشکرد، روح به الله بیارین. او شیطان است که شما را ناامید میسازد. شما دلاتان را به قوت بگیرین. شما خداوند همون اللهی که ما و شما را آفریده است، همون ما و شما را قوت میده. ما و شما در همین راه نصرت میده انشاءالله. شما همیشه درباره همدیگر باشین. ما کوشش میکنیم برادرایی که در کشورهای اروپایی هستن مرحمت با ما در تماس شوین. انشاءالله که در همین کشورهای اروپایی گرد عملیات تشکیل میکنیم، از همینجا هم شروع میکنیم و در خود تاجیکستان هم ما نقشه هامون انشاءالله به امر الله خیلی خوب پیشرفت ایستاده است و این حکومت در روزهای نزدیک بر هم میخورد و برادران ما که امروز به مثل مقصود ابراهیموف، دیگر شخصیت هایی که زیر زندان رحمانوف افتیدند آزاد میکنیم. مرحمت برادرها، اگر دیگر سوالی باشد انشاءالله در سوال شما جواب میدهیم. سلام علیکم. مکه شرفیدین، سلامت باشه.
شما برای این پیشوای بسواد باشه انشالله وطن آباد میکنیم. یک سوال ما همیه که همی انتخابات میشه و مای مایده میخواستم فهمم همی چگونه انتخابات ای برای چی انتخابات لیچ نمی اوید همی موضوع اوید همی انتخابات صحبت میکرده التماس همچون حقوق شناس میخوایم که از شما همین چیزا بفهمیم چگونه انتخابات است. فقط درباره همین انتخابات کم ترک صحبت میکردیم و را میفهموندید چگونه است همین میشود و چند دپوتات نپریمیر اشتراک میکنه و یا چی کار میگذرونن برای دولت، چی فایده داره، همش التماس بگین همین سوال جواب چیه. مطابق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان 3 شاخه حاکمیت است. یعنی که یکی از 3 شاخه حاکمیت این قانونگذار است، حاکمیت سیاسی است، حاکمیت اجرایی است. یعنی 3 شاخه حاکمیت داریم ما. این یک شاخهش این قانونگذار است. یعنی که قانونگذار مجلس ملی، مجلس نمایندگان در یک جایی مجلس عالی را تشکیل میکنند و پارلمان کشور این انتخاباتش در 5 سال یک مرتبه گذرانده می شود و وکیلان این نماینده مردم هستند. وکیلانی که ما و شما انتخاب میکنیم، یعنی که نماینده ما و شما در پارلمان باید که از حق و حقوق ما و شما دفاع کنند. یعنی که دپوتات نفری هست، دپوتات و وکیلایی که امروز نامزدی خود پیشنهاد میکنن نفری است که باید از حق من و شما در پارلمان حمایت کنند. وقتی که حق من و شما از جانب وزارت کارهای داخلی ویران کرده می شود، باید این دپوتات ها این وزیر با پارلمان دعوت کنند و از این وزیر پرسان کنند که چرا حقوق شهروندها در داخل تاجیکستان پایمال کرده می شود، چرا فرمان شما غیر قانونی برآورده شده است، چرا فلان کارهای شما غیر قانونی است. وزیر مالیه را دعوت میکنند، پرزیدنت را دعوت میکنند که پرزیدنت در نزد مجلس نمایندگان و مجلس عالی باشد حساب دهنده باشد. وقتی که پرزیدنت دعوت میشود دیگر باید دعوت میشود، یعنی که اینها نماینده مردم هستند. یعنی که این شاخه حاکمیت یکی از شاخه های بلند در تاجیکستان است. با تمام قانون‌هایی که تاجیکستان، همه مناسبت‌های جمعیتی که ما و شما داریم، این شاخه حاکمیت به تنظیم می‌دارد. این مسئله کوتاه در مسئله ویش. اهمیت خود پارلمان کشور، مسئله خود پارلمان، وقتی میگیم که پارلمان کشور در مسئله انتخابات پارلمان تاجیکستان گپ میزنیم، همه نماینده هایی که در انتخابات می آیند از جانب یک حزب، مثل حزب خلقی دموکراتی و یک چند حزب دیگر کیسگی که هستند، از جانب اونها در پارلمان می آیند کرسی ها را بند میکنند. یعنی که همه اون نفرانی که امروز از دیگر حزب ها هم می آیند، اونها نفرانی هستند که آدمان رحمانوف هستند. وقتی که پارلمان کشور به پررگی دست خانواده رحمانوف می‌غلطد، وقتی که هر عملیاتی که میتوانند عملهای خودشون قانونی بسازند، وقتی که اینا میخوان که 50 میلیون قرضی تلک فرضی مثال بخشش کنند، اینا در حکومت پیشنهاد میکنن، سبباش میارن، دیگر فلان بهمدان میگن، صد دروغ دیگر میبافن، رحمانوف از بالا زنگ میزند که همیره چیکار کنین، باید 50 میلیون همیره ببخشین که در دولت پرداخت نکنه. وقتی 50 میلیون بخشیدن، این 50 میلیون میرود در کیسه مردم نیو، در کیسه خانواده رحمانوف میرود. یعنی که اهمیت پارلمان برای رحمانوف این است. فرض مثال، و وقتی که شرطنامه پایگاه 201 دیویز تاجیکستان به امضا رساند، برای یک امضای رحمانوف برای شرطنامه بسنده نیست. وقت اگر که پارلمان کشور این شرطنامه را به امضا به تصویب نرساند، یعنی که این شرطنامه قوه یوریدیکی ندارد، قوه قانونی ندارد.
وقتی که حکومت رحمانوف به خاطر نگه داشتن قدرت خودش باید پارلمانش هم خودش باشه و وقتی که اگر پارلمان از خودش نباشد، وقتی که یک فرمان میبرد رحمانوف از جانب پارلمان رد کرده می شود. یعنی که پارلمان که پارلمان مردم است، یعنی که پارلمان از جانب خودش نه. مثال یک وکیل یک ناحیه، مثال همین ناحیه 30,000 50,000 اهالی دارد، این وکیل از نام 50,000 اهالی تاجیکستان حرف میزند یا 100,000 این میبرد میگه که من از نام 100,000. وقتی که این همه وکیل ها با امر فرمان پرزیدنت اگر که غیر قانونی باشد امضا نگذاشتن، پرزیدنت دیگر گپ زدن نمیتواند، حکومت کردن نمیتواند بالا این مردم. وقتی میگه که رحمانوف این قرار غیر قانونی است، این قرار تبر در سر گرودمان پارلمان میگه، پارلمانی که پارلمان باشد، پارلمان قانونی، این پارلمانی کیسگی رحمانوف نه. اگر که پارلمان درباره پارلمان صحبت کنیم شما، وقتی که این پارلمان کیسگی است، وقتی که این پارلمان، وقتی که رحمانوف میگوید که 18 ساله مسجد رفتن نشود، همه پارلمان چیکار میکنن؟ محترم جناب عالی، محترم فلان و بهمدان و بیسمدان، شما که جناب عالی هستین، ما همین گپ شما رو 100% قبول میکنیم. گپی مردمی که خواهش مردم دیدگی نیستن. وقتی که پارلمان کشور یک نماینده پارلمان از حق مردمش دفاع نمیکنن و پارلمان نیست دیگه، و این نفری است که دوستی با رحمانوف شریک است. وقتی که در مسئله بخشش پولهای دولتی اینا کوشش میکنن، در مسئله تمام عملیات های دولتی که میگذرد اینا چیکار میکنن؟ با طریق پارلمان این حرکت های خودشان قانونی میسازن. وقتی که یک دوست، یک جنایتکار، یک ابله همیارن وزیر تعیین میکنن، وقتی که با پارلمان فرمانی را باید میآید، پارلمان میگه که با فلان خصوصیت شما قبول نداریم وزیر باشه. این مردک به طلبات ما جوابگو نیست، به طلبات کشور جوابگو نیست. یا اگر که یک نفر وزیر تعیین میشود، پارلمان کشور دعوت میکند تو بیا کن، آخه شما بمی بیک صبور بشه. اگر شما ببینید الان آدمی با فکر بیسواد در جامعه تاجیکستان شاید پیدا نشود. یک شرکتی فیسبوک گفته است که باید که انداز سپارد، که ما این را محکم کردیم آیا این شرکت انداز میسپارد نمیسپارد. با این حرکتش تاجیکستان در تمام جهان چیکار کردن؟ شرمنده ساختن. گفتن که رهبر علاقه، یعنی که رهبر نفری است که باید تمام نمیگری های و سویه جهانی را باید چیکار کنن؟ نظارت کنن، باید تکنولوژی را خیلی بشناسد، باید سویه را بداند، باید که فهمد که این شرکت فعالیتش چی است، از چی عبارت است. وقتی یک وزیرش میگوید که فلان بهمدان باید انداز سپارد، دیگر باید پارلمان یه دعوت کنند ای گلو، ای بدبخت، ای خدازاده، ما رو شرمندی، ملت شرمنده کردی، تو را کی آورد اینجا؟ رحمانوف پدر لعنت برای قتل رحمانوف سبیل مانده. باید از ما گوش کشیده و چیکار میکردن؟ اونا در میدان میپرتافتن. اونا باید برای تحقیر شدن این وای کردنش چیکار میکردن؟ به جوابگری میکشیدنشن. ولی که خیشی رحمانوف است باید بی سواد است، بسواد است، و گوس پنچران است، و این گومال است، هر چیزی که باشد باید وزیر باشد. وقتی که پارلمان با این کردارهای وی قرتک میزند، وقتی که یک وزیر، این باید وظیفه پارلمان دعوت کردن است. وقتی دعوت میکند باید وزیر دعوت کند، وزیر حسابات بکند. وقتی که مشکلات در جمعیت پیدا می شود، یک پرونده پرسر و صدا پیدا می شود که این بالای این یک نفر ایستاده است، بالای این ظلم کرده ایستاده، یا این پرونده از کس نایه است، یک کس فرمایش داده است بالای این پرونده، بعد این باید چیکار کنه؟ پارلمان دعوت میکند، میگوید که برادری عزیز، تو وزیر،
تو وظیفت فلان بمون. چرا این پرونده چی است؟ پرونده سفارشی است. چرا یک مفتشی تو بالا این برادر تاجیک ما چی کرد؟ تهمت زد، این بیگناه پشت پنجره بود. نه، فونکسیای پارلمان کشور کلان است. نیکی در نزد خانواده رحمانوف به میش یک پشاک پیسته شده است دیگه. یعنی در پشاک پیسته را آوردن جا کردن پارلمان کشور. و خیلی اهمیت انتخابات برادر عزیز. قانون انتخابات جمهوری تاجیکستان میگه، قانون کنستیتوسیونی در واقع انتخابات جمهوری تاجیکستان در مسئله وای میگه که اگر که در انتخابات 50% انتخاب کنندگان، زیاده از 50% انتخاب کنندگان در انتخابات اشتراک نداشته باشند، یعنی انتخابات برگزار نشده است، یعنی که انتخابات قانونی شده نمیتوانند و غیر قانونی شده میتوانند. طبق آماری که وزارت مهاجرت فدراتیوی روسیه وای کرده است، پیشنهاد کرده است، حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در فدراسیون روسیه قرار دارند. 1 میلیون نفر شهروند تاجیکستان قانونی در فدراسیون روسیه در فمس به قید گرفته شده اند. اگر غیر قانونی این تعداد رو هم ما و شما بدونیم که شاید از 1 میلیون 400 از 1 میلیون 500 شاید باشد. حدود رسمی زیاده از 600,000 شهروند تاجیکستان چی است؟ دو شهروندی دارند، یعنی که هم شهروندی تاجیکستان هستند و هم شهروندی روسیه هستند. شهروندهایی که دو شهروندی دارند و یا حقوق انتخاب کردنی در انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی را دارند، یعنی که آنها از انتخابات محروم شدگی نیستند. و پارلمانی که باید که ما و شما انتخاب کنیم، پارلمانی که ما و شما باید انتخاب کنیم، این پارلمانی که انتخابات 1 مارس می شود. این پارلمان که ما و شما انتخاب میکنیم 1 مارس می شود. تا 1 مارس اگر که هیچ نرود شاید 100,000 شهروند تاجیکستان زیادتر تا 1 مارس به فدراسیون روسیه سفر کنند. به خاطر رو به گرمی میارد بسیار شهروندان تاجیکستان دیگر از ماه فوریه باز به سفر به سوی روسیه میکنند. این یک. و دوی مسئله برادر عزیز، دوی مسئله ای که خودی در فدراسیون روسیه حدود 2 میلیون شهروند علاقه جمع می شوند. 3 نقطه برای انتخابات گذاشتگی هستند، یعنی که صندوقایی که رأی که ما و شما باید در آن رأیای خود امضا کنیم و باندازیم، 3 صندوق است. طبق قانونگذاری هر یک نقطه‌ای که باید تاسیس کرده می شود نمیتواند از 3000 زیاده از 3000 شهروند، برای 3000 شهروند یک نقطه باید که انتخاباتی کشاده شود. یعنی که حدود 3000 شهروند اگر بسیار خوب گذرد حدود 3000 شهروند میتواند اشتراک کنند. مجموع اگر در فدراسیون روسیه اگر تمام شهروندان روند شاید 12,000 شهروند انتخابات اشتراک کنند. 12,000 که این 1% هم نمی شود. غیر از این برادران عزیز میماند در تاجیکستان تقریبا 1,900,000 دیگر. 1,900,000 در تاجیکستان میماند. این 1,900,000 تقریبا 50 60 70% در انتخابات اشتراک نمیکنند. همگی در تاجیکستان شاید 700-800,000 نفر در انتخابات اشتراک کنند. از همین 700-800,000 نفر اینا سند تیار آموده میسازند که گویا که 3 میلیون و 700 میلیون شهروند در تاجیکستان و رای خودشون به صندوق رای دیگه ریختن. 87% مردم انتخابات اشتراک کرد. از همین 87%ش 82%ش به حزب امام علی رحمانوف انتخابات رای دادن. بسیار برادرای ما و شما نه در تاجیکستان نه بیرون از تاجیکستان در انتخابات سال 2013 نبودن. با بعضی معلومات هایی که ما داریم 75% مردم در انتخابات اشتراک کردگی نبود.
وقتی که 75% مردم تاجیکستان در انتخابات اشتراک نمیکنند، چطور میتوانیم این انتخابات بگیم؟ این انتخابات نیست برادران، این یک دروغبازی است، یک حق دزدی است. اینا از وقتی که در سر قدرت آمدن با راه دروغ آمدن، با راه کشتار آمدن، با راه قتل آمدن. اگر اینها انتخابات میگذراندن، اگر اینا یک حکومت میداشتن، یک حکومت آزاد میداشتن که برای مردم بود، نه اینکه برای خودشان. اینا حکومت برای خودشان ساختن به خاطر پر کردن جیب خودشان. و در دولت‌های دموکراتی یک نفر نمیتواند 24 سال این در سر قدرت باشد. از 8 سال زیاد کار نمیکنند دولت‌های دموکراتی. دو دوره 4 ساله پای هم اگر در انتخاب شود گذرد وای میکنند. و از این قانون پنسیونی هر کشور اجازت نمیده، این چونی قانون پنسیونی ما هم اجازت نمیده. ولی چون که اینها به حق مردم احترام نمیگذارند، ارج به حق مردم نمیگذارند، به عزت نفسی مردم میرسند، اونجا است که دیگر حکومت تباه میشود، مردم تباه میشود. یک ایده از این یک عمر استفاده میکنه. و انتخابات ما باید دل به انتخابات ببندیم. 30 روز دیگه به انتخابات مانده است برادر عزیز، 30 روز به انتخابات مانده است و ما کوشش کنیم که زیادتر در این دوره انتخاباتی جامعه جهانی را دقتش جلب کنیم. در شبکه‌های فیسبوک و ادنا کلاسیک، توییتر، همین ویدیوهایی که برادرها در سیدل در دیگر جا برآمد کردن، بسیار چیزای خوب داریم. ما چی بگیم، بسیار ویدیو و متریال‌های خوب داریم که این خانواده چخیلی که بازار مردم دزدی میکنن. امیدوار همش شما اگر گرفته پرتوین انشاءالله خیلی برادرها جمع شدیم پرداخته میگیریم چقدر میشود. همین مبارزه است. وقتی که شما یک سخنتون به دیگر برادر میرسانید و فکر یک برادرتون روشن میکنید و این برادر فقط به خاطر حق تلاشی و به خاطر یک زندگی بهبود دعوت میکنید، اونجا است که ما شما آیسته آیسته رشد میکنیم. اگر که هر کاری را که ما پیش رفتیم این کار چیکار میکنن؟ رشد میکنن. وقتی که گفتیم که نمیشود فلان است، بهمدانه است، این میشود اون میشود، البته آخرش همون میشود. باید که ما نیتی نکنیم، مردم دعوت کنیم، دعوت و به خط نهایی خود برسیم برادرها. در مسئله ای که امروز در تاجیکستان انتخابات است، دیگر است، باید که ما پروپاگاندای امی رویه خودمون، صحبت‌های خودمون، دعوت‌های خودمون زیادتر کنیم، بیشتر کنیم و دعوت کنیم. انشالله که در تاجیکستان هم برادرها هم زیاد شده ایستادن، صفشان هم زیاد شده ایستاده است. شما هم برادرها خاموش نشینیم، بیکار نشینیم، همین مبارزه رو مستحکم کنیم، دوباره در همین خط کوشش کنیم برادرها. مرحمت برادر عزیز، اگر اون سوال دیگر در دیگر مورد باشه. دیگر سوال این است که در تاجیکستان چند تا حزب است و کدام از این حزب‌ها خوبتر بهتر در نزد حکومت عمل میکنند؟ زیرا ما بدانیم همون حزب مثال دستگیری بکنیم. در تاجیکستان بگیم که همین 2 دانه حزب داریم. ما 8 تا حزب است، 6 حزبش کیسگی است، 5 حزبش کیسگی است، یکش از رحمانوف است، 5 تا دیگرش اونا حزبای کیسگی هستند. این 2 حزب است. این 2 حزب شما خودتون میدونین، به هر یکی این آواز بتین انشاءالله که خوب است و شما کوشش کنید که در انتخابات همین 2 حزب دستگیری کنین. در همین فیسبوک و در ادنا کلاسیک، در هر جایی که باشد زیادتر کوشش کنید که همین حزب‌ها را همچون یک خدمتگار ملت دولت معرفی کنید. خیلی خدمت کردگی هستند. این مردمی هستند که در این حزب‌ها اومدن. این آدمایی که در این حزب‌ها هستند، این 2 حزبی که من در نظر دارم، نفرانی هستند که به خاطر پول در این حزب نآمدن. اگر به خاطر حزب پول در این حزب می اومدن، میرفتن در حزب خلقی دموکراتی. همین خیلی است. یعنی که اینها نفرایی هستند که صادقانه به خاطر آینده ملت میخوان کار کنند.
به خاطر آینده دولت میخوان کار کنند. وقتی که این دو حزب به خاطر آینده ملت دولت میخواد کار کنند، ما باید هر یکی ما و شما باید دستگیری کنیم. به خاطر اونها کوشش به خاطر فرزند من و شما کرده ایستادن. یعنی که این شخصای صادق ما باید پیدا کنیم. شخصای صادق خیلی زیادن. بسیار شخصای دانشمند داریم و بسیار شخصای ارجمند داریم که انشالله امروز من تا جایی که میدونم، تا جایی که فهمیش دارم، تا جایی که با وضع سیاسی تاجیکستان شناس هستم، بسیار دانشمندا همه آمودن که امروز حکومت دیکتاتوری رحمانوف را برهم بتن، یک حکومت مردمی بسازن. یعنی که همین قدر قوت نیروی سیاسی وجود دارد. یعنی که برای برهم خوردن این حکومت دیکتاتوری، یعنی که پاش خوردنش، یعنی که در همون حالت در حدودی بگیم که در یک ساعت هم میتونن این حکومت چیکار کنن، زیر کنترل پوره خود بود درآورن و مستقیما خود در نزد مردم معرفی کنن و پیشنهاد کنن که ما یک امکانیتی درست داریم و میتونیم این حکومت را چیکار کنیم، پیش بریم مردم تاجیکستان به یک سطح زندگی ارزنده برسانیم. این مردم هم حقی زندگی دارد، این مردم هم حقی اجتماعی دارد، حقی سیاسی دارد و حقی حقوق فطری این مردم باید پایمال کرده نشود. به همین خاطر ما باید کوشش کنیم که همین دو تا حزبی که داریم، همین دو حزب باید دستگیری کنیم. همه برادران، هممون باید کمر بندیم، هممون باید مردانوار همین سنگ در بالای سنگ مانیم، حرکت کنیم، همین کار را انجام بدیم برادران. به هر راهی که می شود، به هر راه واسطه می شود باید دستگیری کنیم، باید یک جا شویم، باید مستحکم باشیم، باید برای حمایت هم دیگر چیکار کنیم، با قیمت جان حمایت کنیم برادران. انشالله شما کوشش کنید برادران، همین دو حزب خیلی دستگیری کنید. تشکر زیاد، مرحمت. دیگر سوال باشه. او گفته دو حزب دستگیری کنید، نه گفته کدام حزب. با فکر ما یک تاش حزب نهضت اسلام، دیگرش سوسیال دموکراتی تاجیکستان اگر خطا نکنم. همین خیلی که دیگر حزب رو شما در نظر دارید. همین را میگفته خطون. همه خوب گو حزب حقیقی حزب نهضت اسلام است. الان بچه ها آواز اینا من روی شاد میگم تو کدم مسلمان ده هم آواز میتیه، کدمی که زیدی همی ظلمان. دیگر سوال مینه که در دولت‌های پیشرفته وقتی که پرزیدنت یگونجا سفر میکنه بجاش تعیین میکنه، مثال همو زمینیستر شه، همو وزیر شه. در تاجیکستانی ما باشد وقتی مالی یگونجا سفر میکنه بجاش میری شهر تو جای میدونیم محمد سعید عبیداللهیف، مینیسترش وزیرش نیست. چی با در تاجیکستان همین خیلی همیشه میخواستیم بفهمیم که درباره حزب گفته ما شاهدیم در یک انتخابات یعنی دپوتات ها یک جا معرکه بود در یک خانه خشتابان بود که حاضر شد در همین دپوتات های حزب رحمانوف بخواه یک خانه دخواه او عزت کردنش عدیل نشیراندنش. یک مسافر همونجا اشتگی بود مهمان با سوال کرد که بابی اولی شما در این انتخابات در کدام حزب آواز دادنید؟ با گفت خیلی که ما همین داریم نداریم اسلام داریم، ما همین اسلام رو میشناسیم، آینده اول آخری ما همین اسلام هست دیگه. همین علمش کرده قریب کفی داره نشد همین مستفید در. السلام علیکم. اکی شرف الدین، شما گفتید که انتخابات آواز شما دو تا همه حزبتید، تا همه انتخابات ما رفته میتینگ نمیکنیم یا به وطن بر نمیگردیم، همه انتخابات شده نشه، شما راضیید؟
ما راضی نیستیم شما راضی باشه. بعد نقلمون دیگه نشه دیگه کسی در خچ قطیدن مسافید گفت که همین حزب دموکراتی حقوق بنیاد امیر رحمان بود چی همین بود خیالون گفت هم دپوتات منم گفت خودش نخودش گفت مردم اگر یک شیطان حرامی. بخشش برادر قید کردم. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. ما نمو گدای شرفدین سوالای ما آدمو در جواب تکی کدام حزب بوده بکنن کدام حزب را چی کنن انتخابات زبران انتخاب کنن امیر جواب میدادن در برای اون بچه پرسید. تشکر زیاد برادر عزیز. در مسئله کدام حزب را انتخاب کردن همین دو تا حزب داریم ما، یکی اسلامی است یکی سوسیال دموکرات است. این اشاره به فکرم که بهتر است شما خودتان انتخاب کنین کدامش که انتخابات دا برین و انشالله که خودتان میدونین که کدامش خوبتر است بهتر است. این فکر شخصی شماست و دیگه شما خودتان انتخاب کنین. مقصد دو حزب است. شما میتونید یکی در این حزب یکی در این حزب رفته رای خودتان به اینها بتین و دیگر برادر دارین خواهر دارین چیزی که داره اینا را زنگ بزنین حتی چیکار کنن با این حزب‌ها همکاری کنن با این حزب‌ها یک جا شوند این دستگیر و یک جا بستن دستگیری کنن انشالله که خیلی خوب میشود. و خاطری که ما نداریم اگر که دل خواه نفر دیگر میشید من نامش میگرفتم که گفتم فلان آدم در قطار اینها وجود دارد فلان حزب هم وجود دارد ولی متاسفانه نیست. همین دو حزب مانده است. شما میتونید در این دو حزب رفته آواز خودتان بتین. به خاطر که اگر که من میدیدم یک حزب دیگر هم در مقابل ظلم و ستم رحمانوف صدا بلند میکرد از منافع مردم حرف میزد مقصدهاش به خاطر منافع ملی بود من میگفتم که شما با این حزب چیکار کنین همکاری کنین و انشالله که شما خودتان مردمی دانا هستین مردمی با فهمیش هستین و در کدام حزب آواز دادنتان رو میدونین. در مسئله که انشالله که ما غیر نقشه‌های دیگر هم داریم نقشه‌هایی که تازه‌ای که برای برهم زدن حکومت دیکتاتوری است نقشه‌های ما برای ریشه کن کردن فسادی که امروز در تاجیکستان است برای ریشه کن کردنش ما برنامه عمومی داریم برنامه خیلی وسیع است و انشالله که ما برنامه را راه اندازی میکنیم و شما کوشش کنین تا اون دوره‌ای که ما میخوایم راه اندازی کنیم مبارزه خودتان طریق شبکه‌های اینترنتی فعالتر کنین شما روحیتون بالاتر بردارین و انشالله که در اون وقت همه ما و شما در وقت یک جا میشویم. در این روزهای زیاد هم نمانده است انشالله در مدت‌های کوتاه‌ترین از الله امیدواریم که این روزها را برای ما و شما نصیب میگرداند. مرحمت برادرها یک سوال آخرین تانا بتین انشالله بعد به همه صحبت امروزه را به آخر میرسانیم و فردا باز ساعت 8:30 با وقت مسکو در تماس میشویم و انشالله دیگر موضوعی که مسائلی که باشد با هم دیگر حرف میزنیم با هم دیگر سوال جواب میکنیم. مرحمت برادر آخرین سوالتون رو بتین با همین خیر خوش میکنیم برادر جناب. همونجا آدم سوال کرده بود برای همین تویبرا میتینگ کردن سوال داده بود چی میگه؟ السلام علیکم اکای گدار شرفدین چخیر بابای حاجی گفتن که همه ویبری پارلمانتی را بایکوت بکنین نروین انتخابات سر اونا دموکرات نیست ما این رژیم ما ایو را ما قبول نداریم کسی که در آواز قدرت ما چی نداریم با شما میگن که پدیرش کنین آواز بتین با فکر ما سر اونا دموکرات چی آزادی سخن نیست آزادی هیچ نیست
سرانو هیچ حزب نمیبره با همین حزبی امام تپک میبره با همون گپ با هم فکر رو با همون کارونشو با فکر من بابای حاجت خیلی گفتگی بود که بایکوت کنیم و فکر ما همین بایکوت کنیم خیلی خوب میشوه برای که همه حاجی عمرعلی گفتم مرده به آواز میتید. انا این گپ حقیقت دارد که همون رفته آوازتی انتخابات به بلشک باشه رفته انگرد ما راضی نیستیم. ما مهاجران راضی نیستیم، با مگام راضی نیستیم. سلام علیکم برادران. با شما یک گپ و یا یکم که شما را نمیپرسم و یا خود میدن چکو کنم. گپ روی من خودت دیگر بیکار است. همین گپ دسته در این بیره که تا روزی که همین خرشون هسته همه دو دسته در دست خودشون به فایده سرسون سرگردان شدن لازم نیست اینجا. همین لو چی یک واریانت که همین میتینگ فراموش نکنید. انشالله برای عزیز شما میتونید ناامید نشوید. شما برادر ما عمرعلی قوتов در حالت بایکوت گفتن بکنین از حزب ها طلب کردن که حزب ها بایکوت کنن. در صورتی که حزب ها بایکوت نکردن گفتن که ما باید در انتخابات اشتراک کنیم، ما باید در انتخابات اشتراک کنیم. وقتی که در انتخابات اشتراک کردیم این معنای آن ندارد که رفتیم رای در صندوق رای ریختیم دیگر چیکار کردیم گفتیم که رحمانوف چیزی که اعلان کردن در گفته رحمانوف ما راضی میشویم. شما دقیق فهمیدین مرا؟ وقتی که شما رای در ریختیم طلب کنید که رای ما برداشته شود نشان داده شود. وقتی که شما رای اختیار طلب کردین اگر رحمانوف با طلب شما با چی نشید در اونجا میشه میدان، در اونجا میدان نشینی میشود دیگه، میدان نشینی میکنیم. اگر رای ما برداشته نشود میدان نشینی میکنیم تا رحمانوف بیا حساب بتر در ما. تا که رحمانوف پشت پرده رای های ما را دزدی میکنن، حقی ما را چرا دزدی میکنن؟ باید ما و شما، ما وقتی روزی میتینگ در شما گفته نمیتونم برادران، ولی ما وعده میتونم که انشاءالله به امر الله این میتینگ برگزار میشود. هیچ راه ندارد رحمانوف از این میتینگ، هیچ راه خلاصی ندارد. انشاءالله به امر الله ما میتینگ برگزار میکنیم به هر راهی باشد. رحمانوف اگر هزارها تنک برارد، هزارها پشکش برارد، تمامی چینایاش بیارد در برابر مردم تاجیکستان روبرو بگرداند، ما چیکار میکنیم؟ به میدان میبرویم. جز راه میدان، جز راه حق خود طلب کردن دیگر راهی نداریم. ما انشاءالله این روزا نصیب ما و شما میگردد. ما تنها روز و وقت ساعت میتینگ نه شما گفتن نمیتونه. انشاءالله خودش همون روز برابر شد دیگر همه کارها جابجا می شود، همه کارها درست می شود برادران. انشاءالله برادران شما کوشش کنید روز وقت ساعت میتینگ دیگر از ما کمتر فرسان کنید انشاءالله که از این دشمنان استفاده نکنند و مطابق همین نقشه ها پیش میریم. فقط دعوت کنید هم دیگر کارها اکانت مخفیگی هم تشکیل کنید، مردم رو دعوت کنید درگیرتون جمع کنید، یک جا کنید، مردم آمور در میدان همین یک زدنده میزنیم شه دیگه انشاءالله. به همین خاطر از همه شما خواهش میکنم که ناامید نشوید. مقصد خیلی نقشه های با قوت، نقشه های خوب برای رسیدن به هدف های خود داریم. به همین خاطر کوشش کنید جاتر در مسائل انتخابات ها، مسائل این توی حزب نامشان در تمام شبکه‌های اجتماعی گپ زنید، صحبت کنید. برادراتون، خواهراتون، هر نفری که حق انتخابات داره اونها رو دعوت کنید، تبلیغات بگذارید بین اونها، فهمونید و انشاءالله که ما وقتی که رای دادیم این دفعه رای ما به صاحب نمیماند، رای ما دیگر صاحب پیدا میکنه. ما رای ما را طلب میکنیم این دفعه.
این دفعه از رحمان طلب میکنیم که هر یک نفری شهروند تاجیکستان داده شود. و همین خاطر برادر عزیز کوشش کنیم. برادر ما مالی قوت بایکات گفتم، بایکات چون در حالتی بود که تمام حزبا بایکات میکردن، در اون حالت ما گردیابایی تشکیل کرده میشد و مطابق همین حرکت ما شروع میشد. ولی که حزبا اینا قبول نکردن، هیچ مشکلی نیست. حزبا هم یک جزئی تاجیکستان است، یک جزئی من و شما هستند. و همین خاطر چیکار میکنیم؟ همه کس مصلحتی هم دیگر کسی حرکت کرده، هم دیگر کمک کرده در این راه به هدف میرسیم. شما برادرای عزیز، من فعلا از بین شما بیرون میشم. انشالله فردا ساعت 8:30 به وقت مسکو وارد میشم و انشالله هر سوالی که از جانب شما در ما باشد ما در سوالای شما جواب میگردونیم و با شما هر مسئله که باشد صحبت میکنیم. خداوند همه ما و شما را در این راه پرقوت کند، با دل ما و شما را با همون نوراش، با همون ایمان ما و شما را کامل بگردانده ای را و ما را خداوند همین قدر جسارت بده که دست برادری همدیگر را بگیریم، این دست همدیگر را آغوش کنیم، گرمی محبت همدیگر را فهمیم، شیرینی همدیگر را زندگی ما را فهمیم. خداوند ما و شما را همین قدر چی بده؟ قوت بده، نیرو بده. همین قدر من و شما را چیکار کند؟ همه مردم تاجیکستان نیرو بده، توانا بده که سربلندانه، آبرومندانه، شرفمندانه در وطن خود، در نزد خویشتبار خود، در نزد اهل بیت خود، در نزد مادر خود با صدای فرزنداش، با آغوش فرزنداش چیکار کند؟ زندگی کند. فقط به مردم تاجیکستان همین آرزو را دارم. من هیچ وظیفه نمیخواهم، من هیچ دولت، این همه اینها چی هستند برای من مهم نیستند، فقط زندگی مردم. اگر یک لبی شما تبسم کنه پس دل من تبسم میکنه انشاءالله از تبسم های شما. برای همین مردم تاجیکستان با همدیگر اتفاق شوین، محبت همدیگر قطعی زندگی کنین، در این دنیا کاری بکنیم که یک عمل خیر، یک عمل نیک در خود ببریم و این همه عملهای ما و شما انشالله عملهای خیر خواهند شد. و وقتی که ما همدیگر را دستگیری میکنیم، دست همدیگر را در روزهای تنگ و وزمین و سختی میگیریم، انشالله همه این در نامه اعمال ما و شما نوشته میشه و انشالله که خداوند ما و شما را با نظر میکند و زندگی خوب و شرفمندانه نصیب مردم تاجیکستان میگرداند. خداوند همه شما را کامیاب و سربلند بگرداند و در غریبی ها و در سختی ها شما را از سختی ها تان آسان بگرداند، پیشای کارهای شما را آسان بگرداند و شما را ساق سلامت به نزد زن و فرزندتان برگرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظتان برادر عزیز گرامی. تشکر زیاد آقای شرافدین. سلام علیکم. بعد برادر جانم افتریزت صدرایی کردگیم التماس سوال قبول که درباره مقصود ابراهیموف اینفورماسیا میدونم که در همه شما ما و شما در کار برادر یا در بین خلق گفتن نمیشه افتریزت سمر قبول که التماس. سلامت باشه اکای شرافیدین، خدا نگهبانت باشه. امام تفاق استیفا، امام تفاق استیفا، امام تفاق استیفا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت کلام برادر، خدا نگهدار باشه. شرافیدین، استاد شرافیدین، خداوند همه ما و شما را کامیاب کنند، ظفر ممتیه انشاءالله. خداوند در حفظ پناه و نگهدار باشه.
باشه شیرینه که زنده باشه به شرف نام شما نگهدار باشه. سلام علیکم و رحمت assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat kinak darshtagi o'ta bobo Sharofiddin. Xudovand bu ayda bu ziyod qilibdi-ya. Emontabak istifa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu hoji chiqishda uy tayyor naqadiyan shu. خداوند کریم صف ما را زیاد کرد. الله و برکاته.